خردمندان واقعی از نگاه قرآن چه کسانی هستند؟ اولوالالباب چه کسانی هستند؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اولو الالباب چه کسانی هستند؟ به درستی که در خلقت آسمان ها و زمین و تفاوت شب و روز آیات است و نشانه هست برای خردمندان. خردمند آن کسی نیست که پروژه های پیچیده کلاهبرداری و دور زدن مردم رو خوب پیش میبره بعد بگیم این عجب انسان خردمندی است، عجب آدم دانایی است. خب اینها اولوالالبابند. بعد در وصف اینها در ادامه الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ لآیات لأولی الالباب. اولوالالباب چه کسانی اند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نگرانی آنها همش همینه، فقنا عذاب النار. خردمندان واقعی، علمای واقعی. الله سبحانه و تعالی در جایی از قرآن میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر مردم نمیدانند. بلا فاصله میفرماید همینها از حیات ظاهر، حیات دنیا خیلی هم خوب میدانند، خیلی خوب میدانند و نمیدانند. یعنی آن که باید بدانند نمیدانند. به مانند یک مرده که هرچی با او سخن بگی بیفایده هست، ممکنه به چنین جای انسان برسد. بنابراین اون علمی که مد نظر الله هست، مد نظر قرآن است، اون علمی است که انسان را به الله نزدیک بکنه. شاخش هم مهم نیست که چه شاخه‌ای هست. بسیارن کسانی که مغز آنها پر از اطلاعات مستقیم و مباشر دینی هست، ولی آنها با الله بسیار فاصله دارند.